السلام علیکم دامنای عزیز. شکر خدا را میکنیم که چنین پیشوا داریم. بعد همین سوالهای ما جواب گردانید. زنی که در حیض بوده، مرد میتواند با همین زن با طرز مالیش شهوتش را پس کند؟ که اگر زن در حالت حیض، در حالتی که کسل 3 روزه است یا از او زیادتر است، یعنی خون میبیند، اگر کدام مردی که در حالت حایض بودن زن با زن نزدیک می شود یا کسی که با غیر موضع تولد در دیگر موضع های زن استفاده می برد، فقط کفر بما انزل علی محمد، با خدا قسم که وی به قرآن کافر است. پیغمبر می گوید که با تحقیق کافر است با آن کتابی که بر محمد نازل شده است. این کتاب چی است؟ این قرآن کریم است. با این کتاب کافر است جوانی که زن در حالت حیضش یا زن در غیر موضع حاصلش با او خانه‌داری میکند. حتی در این حدیث کلمه کاهن هم استفاده کردیم که این لفظ پیغمبر ما توانیم که برای کسلی زنانه نشدن دارو استفاده بریم. یعنی زنا کسلی زنانه دارن، خب برای خاطری که در رمضان مقصد بیمار نشوم. شما میدونید که کسل زنانه کمترینش 3 روز است، اکثرش 10 روز است. مقصد در همین ماه من بیمار نشوم گفته داروها هست استفاده میبرند، همون پیش راهی وی رحم زنه میگیرد و این ماه وی بیمار نمیشود. خدا رحمت کند صاحب فتاوای محمودی را خدای نظر که از دارالعلوم زاهدان جمع مولوی ها همگی کتاب درست کردن، از تمام حدیث های پیغمبر خدا جمع کردن. حضرت در کتابش بیان میکند که اگر همین داروی استفاده میبرد همین زن، اگر به جسم او ضرر نآرد، درست است در رمضان دارو استفاده برد تا که بیمار نشود. درست است، فقط اگر در جسم او در جان او همین دارو ضرر نآرد، برای خاطر رمضان استفاده بردنش درست، برای پیشگیری برای کسل حیض. حتی که خدا رحمت کند علمای ما و شما برای موسم حج هم زنها را اجازت دادن که مقصد حج می روند، برای طواف خانه کعبه را در حالت حیض کردن که وارد مسجد ممکن نیست. اول سلام اکای حاجی مرزا، من یکی از مخلصان شما، خدا علم شما را زیاد کند. همسایه می بیند که من به نماز جمعه می روم، خدا قبول گرداند. از من التماس کرد که از شما خواهش کنم که جواب همین واقعه پسرش که پیش از نکاح و توی با کلینش کرده است جواب گویی. وقتی شب توی نکاح کرده میارن، بعد میفهمیم که کلین 3 ماه حامله دار است.